خداوند میفرمایند و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. هدف از خلقت عبادت. آیا خدا نیاز به عبادت ما داره؟ نه. پس چرا میگه شما باید عبادت من بکنید؟ سوال اینجاست، آیا خدا حق داره یه مسابقه بذاره؟ خدا یه مسابقه گذاشت. دنیا میدان مسابقه است. 2 نفر مسابقه گذاشتن تو دنیا، یکی الله، یکی ابلیسه. 2 تا مسابقه. همه دعوت میکنن هر 2 تا که بیاید تو مسابقه ما شرکت بکنید. خداییش شما تو کدوم مسابقه شرکت میکنید؟ مسابقه ای که خدا برگزار کرده و مسابقه ای که ابلیس برگزار کرده. خودمونیم. حالا الله یه مسابقه گذاشته میخواد تماشا بکنه، لذت ببره، و برای هر کدوم از مسابقه جایزه گذاشته. نگفته برای برنده تو مسابقه من جایزه میدم، گفته هر کسی شرکت کنه جایزه میدم. خوب دقت بکنید این تفاوتو. الله گفته من مسابقه گذاشتم تو دنیا برای بندگانم، هر کسی شرکت کرد اگه برنده هم نشه جایزه بهش میدم. نه اینکه فقط برای مقام اول و دوم و سوم جایزه میدم، خودمون برای اول و دوم و سوم جایزه میدیم، ولی خدا نه. مهم این که انسان در مسیر هدف قرار بگیره. بعضی انسان ها آمدن تو مسابقه شرکت کردن، فرصت نکردن، به زمین خوردن، یک سجده هم نکردن، بهشتی شدن. اون داستان قوم بنی اسرائیل که یه نفر 100 نفر کشت، اول تو مسابقه دیگه شرکت میکرد، بعد آمد تو مسابقه که خدا گذاشته بود. گفت من خیری از این مسابقه ندیدم، 100 نفر رو کشتم، میخوام تو این مسابقه شرکت بکنم. آمد تو مسابقه شرکت کرد، مرد. همین که گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان لا اله الا الله، آمد تو این مسیر، استغفر الله، توبه کرد، آمد تو مسیر، نیتش عوض شد، حرکت کرد، مرد. یا اصلا به تعبیر دیگه بگم، اون عالم بهش گفت باید برید تو مسابقه ای که تو اون روستا مسابقه خدایی گذاشتن، اونجا چه شرکت بکنید. گفت اون روستا کجاست؟ گفت چند متریه. کوله بارشو برداشت که بره تو مسابقه خوبان شرکت بکنه، تو روستای خوب. وسط راه مرد، به مسابقه هم نرسید که اول بشه یا دوم بشه. یک سجده نکرد. بعضی موقع آدم میاد تو مسابقه خداوند، بازم یکی میخواد اونو بکشه بیرون، بازم دوباره استغفار هست، دوباره تو رو برمیگردونه به راه خدا. یعنی خداوند قدرت تدارک هم به تو داده که استدراک بکنی. اگر فول کردی، اگر خطا کردی، اگر لغزش کردی، دوباره استغفرالله، دوباره میاد تو مسابقه.